9a و چنین طرز آبشته است x مینوس نو تقسیم ریشه x پلس 3 برابر است و 2a مینوس x. x مینوس نو را از روی فرموله ضرب مختصر a کوادرات مینوس b کوادرات و چنین طرز میگذاریم ریشه x مینوس 3 ضرب ریشه x پلس 3 تقسیم ریشه x پلس 3 برابر است 2a مینوس x. یعنی طرفی چپی مثال ساده کردن به سکریدن شما. بچه‌ها فهمیدی؟ همینطور ریشه x پلس 3 و ریشه x پلس 3 اختصار می شود. بله. بعد باقی میماند ریشه x مینوس 3 برابر است 2a مینوس x. هر دو این مینوس 3 به طرف راست معادله گذاشته علامتش دیگر می شود و 27 جمع 3 برابر 30 می شود. 30 مینوس x و ریشه x برابر است به ریشه x. این را به کوادرات میبرداریم. هر دو طرفی معادله را به کوادرات میبرداریم. در اینجا حاصل می شود در x برابر است 900 مینوس 60x پلس x کوادرات. این x را نیز به طرفی راست معادله میگذارانیم. x کوادرات مینوس 61x پلس 900. یعنی معادله کوادراتی شد. معادله کوادراتی شد. معادله کوادراتی حل میکنیم. وارد دیسکریمینانت تستر فقط تستر 3721 مینوس 3600 برابر x پلس 1. این کوادراتی آزرا میدهد. x1 برابر است 25 و x2 برابر 36. از روی سوال معینی معادله ما هر دوی جوابها را گرفته میتونیم چون که x باید از 9 کلان شود یا برابر. بله آفرین.